ورزشگاه ولنگار مرکزی خوالینگ. هر سال رهبران وعده تعمیر آن را می‌دهند، ولی اینجا چیزی تغییر نمی‌یابد. چندین رئیس آمد و رفت. ساکنان میگویند 10 سال باز حال همین است. از زمان بنیادش تا حال این ورزشگاه بحثی گرمی خبرنگاران است. تا چند سالی پیش میدان ورزشگاه را جفت و در آن گندم می‌کاشتند. حالا این کار قطع و در ورزشگاه مدیر تعیین کرده‌اند و این نهادهای ولایتی را از حال تباهی ورزشگاه آگاه کرده است. همین متاسفانه که در اونجا مشغولیت‌های وای می‌گذرند، همین ورزش می‌گذرند، بنابر همین بعضا همون جای نشستی گفتن که نزدیک به همون جای وای است، حسابی ضربه توپ و دیگر چیزو کارنوشی هم شدگی. ورزشگاه مرکزی ناحیه خوالینگ سال 2009 ساخته شده است. سال 2013 قرار بود در اینجا پرزیدنت را پیشواز گیرند. اما همان سال خدمات دولتی نظارت ساختمان و معماری اجازه ساختمان را نداده بود. حتی حکومت محلی را همان سال به مبلغ 3700 سامانی جریمه بسته بود. با وجود پایمال شدن معیارهای بناکاری ورزشگاه بنیاد کرده شد. اکنون از هر رئیس تازه تعیین تعمیر ورزشگاه سوال می شود. رئیس تازه تعیین خوالینگ اعتراف کرد که با پول بودجه نمی شود ورزشگاه را تعمیر کرد. ما وقت نرسید که من میرم حتما میبینم در کدام سطح قرار دارد، اما بودجه نوعی هم همه ایرا امکانیتی برطرف برقرار کردن از روی امکانیت ها ما میکنیم. ورزشگاه مرکزی ناحیه خوالینگ با 5000 جای نشست ساخته شده است. وزارت مالیه تاجیکستان آن وقت برای بنیاد آن نزدیک 3 میلیون سامان جدا کرده بود. ورزشگاهی که با کمبودی‌های معماری ساخته شد سال به سال ولنگارتر می شود. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه خوالینگ.